نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی جان و دلم آمشی جانم روح و روانم نبی سلام قدسی بر روح پاکت محمدی امی خوشا کنن سرمدی دخاکت محمدی امی دلم تمنا بر روز محشر شفاعت دارد لقای ماهی روی تو در راه جنت دارد با تو دل صدا ندارد شامی مازیا ندارد شامی نأمر بالمعروف ولا ننهى عن فعل الشر ولا نتركها. بعضی جوانان در شبکه‌های اجتماعی به مثل ادناکلاسنیک، فیسبوک و غیره به پهن کردن ویدیو و صورت‌های حرام مشغول هستند. بعضی جوان دختران در صحیفه خود صورت‌های زنان لوچ و نیم برهنه را می‌گذارند و جوان پسران را به فساد می‌کشند. و بعضی آنها صورت‌های زنان زیبای با حجاب را گذاشته خود را فرشته جلوه می‌دهند، ولی سخنانی که در آنجا می‌نویسند، صورت‌ها و ویدیوهایی که پهن می‌کنند هیچ ناگفتنی است. بعضی‌ها خود را انسان صالح و دارای عقیده صحیح جلوه می‌دهند، ولی همین که کسی خلاف نظریه و فکر آنها چیزی گوید، مشرک و نجس، گمراه و شیطانگویی را شروع می‌کند. خدا نخواسته اگر با کسی نزاع و جنجال شروع شود، از پس اینترنت چون شیر نعره می‌زنند و چنان سخنان فحش و ناروا می‌گویند که گویا پهلوان شکست ناپذیرند. جوانان عزیز، یک بار از خود سوال کنید که آیا خداوند از این رفتار ما راضی است؟ آیا این رفتار ما را خداوند میپسندد؟ از این رفتار شما تنها شیطان خوشنود می شود. جوان عزیز، آیا میخواهی خداوند تو را دوست داشته باشد؟ آیا میدانی چون خداوند کسی را دوست داشته باشد، جبرئیل امین را فرا میخواند و میفرماید من فلانی را دوست دارم، تو نیز او را دوست بدار. جبرئیل امین او را دوست می‌دارد، سپس در آسمان ندا می‌دهد که خداوند فلان شخص را دوست دارد، شما نیز او را دوست داشته باشید. پس اهل آسمان او را دوست می‌دارند، سپس او در زمین نیز محبوب بندگان خداوند قرار می‌گیرد. به روایت صحیح مسلم. جوان عزیز، اگر خواهی که خداوند تو را دوست دارد، پس این اعمال را انجام بده. یکم، انجام دادن نوافل بعد از فرائض، یعنی هر قدری که میتوانید بغیر از نمازهای فرض نمازهای نفل را نیز انجام بدهید. دوم، مداومت بر ذکر خدا در همه حال به زبان و قلب و عمل، یعنی همیشه به یاد خداوند باشید و از یاد خداوند هرگز غافل نشوید. سوم، ترجیح دادن آنچه الله میپسندد بر آنچه که نفس تقاضا میکند، یعنی به جای پورا کردن خواهشات نفس آنچه را انجام بده که آن را خداوند دوست دارد. چهارم، تدبر قلبی در اسما و صفات خداوند و شناخت آنها، یعنی نامهای زیبای خداوند را بشناس و در معنیهایشان فکر و اندیشه کن که چگونه خداوند تمام بندگان را رزق می‌دهد، چگونه از اعمال بندگان آگاهی دارد و چگونه خداوند قادر مطلق است که به همه کار قدرتش میرسد، و همچنین به دیگر نامها و صفتهای پروردگار فکر و اندیشه کن. پنجم، مشاهده نعمتها و نیکی و احسان و الطاف خداوند، یعنی به نعمتهای الله یگانه بینگر و نیکیهای او را بشناس
و همه را از جانب او بدان. ششم، خلوت کردن با او در نیمه آخر شب و مناجات و تلاوت قرآن عظیم الشأن و حاضر شدن با روح و جان به درگاه او تعالی، یعنی در تنهایی و نیمه شب به راز و نیاز با او مشغول بشو و هر چی میخواهی از او بخواه. هفتم، همنشینی با دوستان صادق و نیکوکار. هشتم، دوری از اسبابی که سبب فاصله و دیوار بین خدا و قلب می شود، یعنی دوری جستن از هر چیزی که سببگار غفلت و دوری از یاد خداوند می شود.